این میان رده 2024 اما این پرچمداری 2023. این نووا آکپندش 155 تومنه اما این دست دومی با رجیسترش 155 تومنه. این 799 دلاره اما این 1200 دلاره. این 128 گیگ حافظه بهت میده با رمی 8 اما این 256 گیگ حافظه بهت میده با رمی 8. این یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی داره با یه سلفی 12. اینم یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی داره با یه سلفی 12. این یه باتری 3560 میلی آمپری داره اما این یه باتری 3270 میلی آمپری داره. این 170 گرمه اما این 187 گرمه. هر جفت اینا دو سیم کارتن، هر جفتشون هم یه صفحه نمایش 6.1 اینچی دارن با 460 پیکسل. هر جفتشون هم تا 7 سال آپدیت میشن. اما این پارت نامبرش مالی چینه، این پارت نامبرش چین و سنگاپوره. هر جفت اینا بازار دست دو خیلی خوبی دارن. هر جفتشون هم پردازندشون 6 هسته‌ایه اما این از هوش مصنوعی پشتیبانی نمیکنه اما این پشتیبانی میکنه. در ضمن اگه گوشی کار کرده میخوای حتما هایلایت سبز پیج اونها یه سر بزن.